ادامه برنامه است، اما گوش کنید خوب توجه. نفری که تماس گرفت به ما قحطی پیش آمده بود و مردم زانوی غم بغل می کردند. عارف غلام را دید که شادمان است. از او پرسید چگونه در چنین وضع شادی میکنی؟ غلام گفت من غلام اربابی هستم که غله زیاد دارد و تا وقتی که برای او کار میکنم روزی مرا میدهد، پس چرا غمگین باشم وقتی به او اعتماد دارم؟ عارف میگوید از خودم شرم کردم. یک غلام به اربابی که همگی چند گوسپند دارد توکل کرده است و غم به دل رها نمیدهد. و من خدای دارم که مالک تمام دنیا است، اما نگهرانی روزی خود هستم. غم روزی مخور به دل، مزن افراخ دفتر را که پیش از طفل خالق پر کند پستان مادر را.